gar. این ما در کدام فصل قرار داریم؟ بهار. ما اپریل. اپریل. این روز چند روز اپریل است؟ 12 اپریل. از روزهای هفته کدام روز است؟ روز جمعه. آفرین، تشکر زیاد. امیر جان، در این ما چند نفر اشتراک ندارد؟ میگوید وظیفه خانگی ما چی بود؟ آفرین، تشکر زیاد. وظیفه خانگی ما بوده جنبستی باغ شهر است. بچه عزیز، کی به من میگوید تا این حال ما چند تا باغ را گذشتیم؟ قاعده دست بالا را بگویم میکنیم. اول زودتر هفت را جواب میدیم. ما تا این روز 7 تا باغ را گذشتیم. کی به من میگوید 7 تا باغ ما چی نام دارد؟ یاسمین بلند آیله، خانه، مکتب، دوستان، حیوان‌ها، دهه ما چی بود؟ ابراهیم باقی آخران که ما جنبست کردیم دیروز. آفرین. بچه عزیز، ما باقی دوستان رو جنبست کردیم. آفرین، باقی شهر جنبست کردیم. کی به من میگوید ما در کدام جمهوری زندگی میکنیم؟ سمیه. جمهوری تاجیکستان. آفرین، در جمهوری تاجیکستان. در کدام ولایت ما زندگی میکنیم؟ ما در ولایت خبران زندگی میکنیم. آفرین. در کدام ناحیه؟ در کدام ناحیه زندگی؟ امیر جان جواب ده. آفرین، در ناحیه وحش. در کدام مؤسسه ما تحصیل میکنیم؟ لیسه دولتی ناحیه وحش. در لیسه دولتی ناحیه وحش. الان کی به من میگوید ما در همین شهر نامهای شهر جمهوری را نامبر کردیم؟ راهبری انا همین را میدونید؟ کی میگوید که در جمهوری ما هم خیلی نامبر میکنیم؟ اساسگذاری صلح و وحدت ملی محترم آفرین، تشکر. کی پررنگ میگوید؟ اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامولی رهبر. آفرین، تشکر زیاد. دولتمند سعید. آفرین. کی به من میگوید که راهبر ناحیه ما کی باشد؟ امیر جان بلندتر بگید. یوسف قربانعلی. ما در راهبر مؤسسه ما میدونیم کی باشد؟ مسلم. آفرین. ما در صنف چند قرار داریم تحصیل میکنیم؟ راهبر صنف یک ای ما کی باشد؟ مدینه خان. آفرین، تشکر زیاد. خوانندگان عزیز، در غلط‌های خود اصلاح کرده میتوانید. در نوشت تازه و زیبا نوشته توانید و در نقش‌ها بازی کرده توانید. تشکر زیاد. بچه‌های عزیز، همه از کتاب صحیفه 131 را می‌گشایید. دوستی را داد و گفت من از شما یک خواهش دارم عزیزانم. در باغ دوستی برای خودتون یک قصر سازید. تنها همان وقت من به شما کلید باغ دیگر رو میدهم. بچه ها به بابای خیرت مینداری بیان کردند. آنها قرار دادند که قصری زیبا میسازند. بچه ها عزیز، اینا ما سهرناک کامیون
سوالنا که میشنیم و سوالها را جواب میدیم. کامیار جان برای چی ما تنها بازی کردن نمیتوانیم؟ برای آنکه تنها بازی کردن نمیشود. اگر یگان دوستان ما به ما شود برای چی ما غمگین میشویم؟ آفرین. ما کی و برای چی دوست می‌داریم میگیم یا کی ناز می‌بینیم میگیم؟ با کی میگیم و برای چی؟ با جورم. در کدام وقت میگیم؟ در وقتی که باید نباشد. تشکر زیاد کامیار جان. میشینیم. تشکر زیاد. باز کی میشیند در کرسی سهمنا اومد؟ ما در کدام لحظه به همون دوستان میگویم که من تو دوست میدارم؟ و همون لحظه که قطعی بازی دارم. قطعی ما بازی میکنیم ما شاد میشویم خوشحال میشویم بعد میگیم که من تو دوست میدارم. تشکر زیاد. میشینیم. بچه های عزیز همه دفترهای خود رو میگشویند. همه در صفحه F13 همونجا نوشته شده است تو توانی بخواند که احمد جون همان از دوست یابند بخت دشمنی آرد بر مردم روزی سخت. میرزا ما با تازه و زیبا با حسن خط زیبا در دفترمون همون مصرع‌های خوبی همین شعری میرزا چوزادا رو مینویسیم. در هم برای همین مؤلف هم مینویسیم. آفرین. رعایت میکنیم قاعده‌های سیاه نمیکنیم. چیکار میکنیم اگر سیاه بچه پس از یک دکه ما میگذاریم. کاری تو نفری میگذاریم بچه ها. در صفحه 131 لغت هست. یک نفر میخوند لغت را یک نفر دیگر همنشینش شرح میدهد. آغاز میکنیم از فریدون. از جون بلند از جون. مکن نکن. آفرین. هدایت. قصر خدایی کلان و زیبا. آفرین. کامیار. سمیه ایسا بلند آفرین. مینداری کردن. ایدریس زبان جون همشین. گفتم. آفرین. دل سخت. آفرین. قبول دادن. عوض دادن. بلند. آفرین. آفرین. چی نام دارد؟ ربات. و ما قاعده دست بالا را رعایت میکنیم. همه آماده هست. خط میبریم. پولیش زنجیری نام کسان رو میگیریم دوام میدهند.
نبود. یک روباه و لک بود. آنها با هم جوره شدند. روز روباه و لک گفت. احمد جان دوام میدیم. جان به خانه من بیا تو رو ضیافت میدهم. کامیار دوام میدیم. لک راضی شد. روزی دیگر به خانه روباه آمد. آفرین. ابراهیم دوام میدیم. روباه شبلک پخته طبق چقدر بخواهی بخور. لک بیچاره به طبق رول زد اما چیز خوردن نتوانست. مسلم دوام میدیم. مسلم دوام میدیم. را تا آخر بیخورد طبق را تازه رسید و بیخورد عبدالله دوام میدیم. از چیز داشتم و پیشت گذاشتم. ادریس دوام میدیم. هزار لک آفرین. ایزد او همان روباه را به خانه اش دعوت کرد و خانه ای لک مهمان شد. کوزه ای سربن باریک کشیده و نزدیک رفیقش گذاشت و گفت جوره جان هر قدر که دلت خواهد ما چیز نتوانید. یاسمینه دوام میدیم. جوازش مستاب برام تا آخر بود. او همین روز نه به خانه اش برگشت. شید ببینیم همه آماده می شود. بچه‌ها عزیز، متنی که از ما خوانده که به من میگوید که اول سوال را با دقت گوش میکنیم، بعد به سوال جواب میدیم. روباه و لک چی بود؟ قاعده دستمال را رعایت میکنیم. شهرام آفرین. وقتی ما آخه برآمد کردن مثل شهرام برآمد میکنیم خورده نتوانست. قاعده دستگاه را رعایت میکنیم. علی جان برای چی لک را خورده نتوانست؟ نوری در روز بودن و برای چی خورده نتوانست؟ زیاد ما قاعده دستگاه را رعایت میکنیم. لک برای روباه چی بود؟ امید جان با خونه من بیایی. آفرین. هم چیز خورده نتوانست. سکیه بلند بود و نورش برید. نورش برید. آفرین. روباه و لک با آخر رسید. عزتیار لک در خانه روباه چیز خورده نتوانست. روباه هم در خانه لک هم چیز خورده نتوانست. آفرین. بچه‌ها عزیز، شما در نقش لک و روباه بازی کرده میتوانید؟ بله. دست بالا میکنیم و لک میشود و همون نمایش میدهد. عزت با فریدون بیاید. لک نبود یک روباه.
روباه و لقلق بود. آنها با هم جوشیدند. سلام. سخنهای روباه و لقلق چی گفتن به هم دیگر؟ به خانه روباه مهمانی می رود. نور میزند اما چیکار میکند خوراک را خوردن نمیتواند. لقلق چی میگوید به روباه؟ تو به خانه من میآیی؟ بله. لقلق به نزد روباه خوراک میآورد اما خوراکش در کوزه. روباه نول میزند اما نمیتواند خوراک را خوردن. شکم روباه گرسنه به خانه میرود. هر دو جوراب‌ها شکمشان سیر نشد و به خانه رفتند. روباه نول میزند اما خوردن به خانه روباه میآید. نول میزند نمیتواند. شکم وی درست نمیشود. آنها با میروند به خانه. هر دو گروه درست اجرا کرد. آفرین. بهاگذاری میکنیم. من به شما برنچه میدهم. هر کس فقط تست کرد از همین لحظه دست کدام لحظه دست به شما محفوظ شد مینویسید در درخت انتظاری آویزان میکنید. فقط تست یک کلمه با یک کلمه مینویسید در همین لحظه دست کدام لحظه دست به شما محفوظ خواندن محفوظ. آفرین. کتابخوانی. آفرین. آفرین. به هم. آفرین. عوضو. آفرین. امید که اومد نویستن. آفرین. آفرین. از لحظه دست امروزه به من محفوظ. آفرین. کرسی سرناک. آفرین. کرسی سرناک محفوظ است. سمیه. از لحظه دست امروزه به من نقش محفوظ شد. نقش. آفرین. محفوظ شد. آفرین. برابونی. کدوم نوشتن محفوظ شد. آفرین. کتابخوانی. آفرین. ادریس. آفرین. عزت. خواندن. فیض‌زاده. آفرین. امیر جان. کدام لحظه محفوظ شد؟ روباه و لقلق. عبدالله کدام لحظه محفوظ شد؟ نوشتن. آفرین. شعر خواندن. آفرین. یا کی احمد جان؟ نوشتن. مریم محفوظ شد. آفرین. لغت محفوظ شده است. تو کدام لحظه دست محفوظ شد؟ کتابخوانی محفوظ شد. آفرین. سطیالله. داورگیری محفوظ می شود. آفرین. بچه ها عزیز هر کسی که علی جان مونده است. علی جان کدام لحظه؟ زبان مادری محفوظ شده است. آفرین علی جان. بچه ها عزیز هر کس
همین درس چگونه فعالیت کرد میداند که بهای چند گرفتن که خوشو برآمد کرد که خواندن توانست که خواندن نتوانست با اموسی چهره ها هر کس کشا باوگذاری میکنه. تست هم میکنیم باوگذاری میکنیم. هر کس تست نمیشنیم تست میکنیم. ما سه قاعده داریم. اما در قاعده دویان نوشته و سوالها جواب دادن توانند. اگر ما یک چیز کردن نتونیم بهای چند میگیریم. اگر دو چیز اجرا کردن نتونیم تست میریم باوگذاری میکنیم. خوب نمیرویم. کمیاد سرده ابراهیم تست خوب رفتید. فیضزاده عزت بعد فیضزاده تست میریم نگاه میکنیم. عزت سمیه بیو بهای چند میگیریم؟ چند؟ 5 امیر جان 5 آفرین مریم چند؟ 5 آفرین تشکر زیاد درسی اینجای ما باوکی رسید که ما هم دست برنامه کردیم کتابی لطلق و دیگاه هم نخونه میاریم بپشیم عوض بپشیم Bagi pribadi yang lucu karena ada kadang-kadang merasa berbau lag-lag mesin, lag-lag bisa seperti betul mesin. rasa deh, rasa naik juga. Ama siapa itu kamu nak? Lihat, mau hari ini cerita bahasa dari, nah. سیلفای چند که سیلفای خوب آمدن تر درآمد کردن برای نظر و درسای میامون پیش گذاشته شکر بکنم آتش شدن درسی کنتر خاموشتر بشنن چی بشنن خیلی یک چند لحظه‌های درس معلومه پیادرست کردن گذاشتن در هم دوامی رست گذاشتن کردن و همونی طلبادان کردن کار کردن و معلومه کرد معلومه بزرگی و کامیابی تمام داره تفکر با درسشنا با فعال بسیار چیزا با استفاده کردن احمد معلومه بود و چند کلمات درجه قید کردن نظر بر درسایی که پیش می‌گذشتن به نهایت خوانندگی زودتر در انتظامشان را مانند رهبران کردند. سلامت باشین معلم. حالا از این درس مشکل مشکل گشته. سطح نوبگی امروز رو بعد از سطح نوبگی دوم درس شد و ما در واقع درس چنان مشکل کردیم. خب بشیدی چطور معلم کردم اما سهام میگیریم آنگاه و معلوم درس نامش میشه میشه که آینه تو باید همین بشه Aynen. Hani ama şeker de yapmışım var. Güzel kardın da. Ama bu da akışından bir şey de rastmış bir şey. Hafta ise yolculuk mekaniği bu kuşlarıydı. Ne bu? O fakat yine bu yolculuk sayesinde. Çünkü hem şapavar kuşları hem ifadeciliklerinde bir de hem Türkler'de kuşlar başka bir isnak var. Şoğuşta bazı için isnak var. Hayır, bu başladı. Nazar zambiya bizim zambiya. Ayı bas. Azim bas. Şişkiye bir. Bunlar şurada da. Kami lazım
برای درس اگه وقتی درس ناراضی می شود و مقصد در مقصد خود